این قسمت هم پنل پشت دستگاه هستش، پنل پشت دستگاه رله زیمنز و همه ترمینال ها همه مشاهده میکنید که لیبل خوردن و مشخص هستن. این قسمت UH مثبت و UH منفی برای تغذیه‌مون هستش، مطابق همون اوردری که ما دادیم MLFB که ما سفارش میدیم. ولتاژمون مشخص هستش توی این قسمت و توی این آزمایشگاهی که ما استفاده میکنیم ولتاژ رلمون 220 ولت هست که فاز نول بس کردیم به این ترمینال ها مثبت و منفی، UH مثبت و UH منفی. این قسمت مربوط میشه به باینری اینپوت و آوتپوت هامون هستش که حالا ما تریپ بریکر رو بس کردیم به این قسمت 3 و 4 R3 و R4. از این طرف هم به دستگاه آمیکرون بس کردیم به باینری اینپوتمون. و این قسمت ها هم مربوط میشه به ولتاژ و جریان. سه فاز ولتاژ و سه فاز جریان هستش که از این قسمت آر پومزه میشه فاز 1 که ما وصل میکنیم به فاز 1 مون، فاز آرمون. آر شومزه میشه فاز نولمون و یا همون خنثامون N. مطابق دیاگرامی که توی منوال دستگاه هست وصل میکنیم اینها رو که معمولا حالا برای زیمنز به این صورت هستش. و R17 که به V2 مون وصل میشه یا VS مون وصل میشه و این آخریش هم که R18 هست که به VT یا همون V3 مون وصل میشه. روی اینا همه لیبل خورده و ما مطابق این لیبلی که اینجا روی این کیبل هستش وصل میکنیم به دستگاه آمیکرون. ولتاژ رو میخوایم تزریق بکنیم به رلمون. این قسمت هم مربوط به جریان هستش که مشاهده میکنید که از این ماژول Q هستش که خروجی ها و ورودی ها اینجا به این صورت هستش که ما میتونیم جریان رو به رلمون تزریق بکنیم. اینجا هم به این صورت هستش، مطابق دیاگرام وصل میکنیم I1 I2 و I3. این قسمت هم کانکشن هایی هستش که برای پشت CT هامون هستش، یعنی وقتی بخوایم وصل بکنیم توی دیاگرام که نگاه بکنید باید اینجا Q2 و Q4 به هم دیگه وصل بشن و Q4 و Q6 به هم دیگه وصل بشن. پس بنابراین این کانکشن ها رو به جای وایرینگ ما میتونیم از این کانکشن های به جای سیم بخوایم استفاده بکنیم از این کانکشن های مربوط به خود ماژول جریان استفاده میکنیم. خب قسمت های دیگه هم این ماژول EN100 هستش که EN100 که برای اتصال رلمون به نتورک است و استاندارد 61850 رو ساپورت میکنه. از این قسمت استفاده میکنیم و اینا هم که ترمینال هایی هستن که برای کانکشن سریال استفاده میشه. خب این بود از قسمت پشت دستگاه رله زیمنز سی پروتکتمون که به این صورت هستش.